بیانیه اعلام ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران. مردم مبارز کردستان، احزاب و جریانهای سیاسی کردستانی و ایرانی، آزادیخواهان و مبارزان سراسر میهن، جنبش سیاسی و ملی کرد در کردستان ایران، روشهلات، دهه‌هاست که به شیوهی سازمان یافته و مستمر علیه استبداد و حاکمیت دیکتاتوری مرکزگرا در راستای دستیابی به حقوق ملی و سیاسی خویش مبارزه می‌کند. کردستان پس از انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره سنگر و کانون اصلی مبارزه و مقاومت علیه این رژیم سرکوبگر بوده است. کردستان در این مدت هزینه‌های سنگینی برای مبارزه و مقاومت خود پرداخته است. جنگی بر آن تحمیل شده، ده‌ها رهبر سیاسی اعدام و ترور شدند. هزاران فرزند مبارز و فعال سیاسی شهید گشته یا در زندانها جان باختند و کردستان همچون جغرافیای اشغال شده، میلیتاریزه گشته و با سیاست سرکوب و غارت از سوی حکومت جمهوری اسلامی اداره شده است. ما احزاب سیاسی که ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران را امضا کرده ایم، با اتکا به پیشینه مبارزاتی خود و با توجه به ضرورت‌های پاسخگویی و باز تعریف نقش خود در شرایط سیاسی کنونی ایران که در آن رژیم جمهوری اسلامی فاقد هر گونه مشروعیت سیاسی است، اما متاسفانه به دلیل تفرقه نیروهای سیاسی مخالف پابرجا مانده است، نیروها و صفوف مبارزاتی خود را در کردستان متحد کرده و یک ائتلاف سیاسی را اعلام می‌نماییم. هدف اصلی این ائتلاف که پس از مرحله تبادل نظر و فعالیت میدانی در مرکز دیالوگ برای همکاری شکل گرفته است، انسجام و مبارزه مشترک بیشتر جهت گسترش جنبش سیاسی کرد در ایران، بخشیدن جایگاه و نقش بیشتر به کردستان و جنبش سیاسی آن در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تأمین حقوق و آزادی‌های مردم کردستان و چگونگی طراحی ساختار آینده ایران است. اهداف اصلی و مشترک ما در این ائتلاف، مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، تحقق حق تعیین سرنوشت کردها و بنیانگذاری نهادی ملی و دموکراتیک بر اساس اراده سیاسی ملت کرد در کردستان ایران است. ما با پشتیبانی از مبارزات و اعتراضات سراسری ملیت‌های ایران علیه جمهوری اسلامی در این مرحله بر ضرورت هماهنگی و مبارزه مشترک سیاسی و میدانی میان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کردستان ایران با احزاب و سازمان‌های سیاسی و مدنی سایر بخش‌های ایران تأکید می‌ورزیم. ما ضمن حمایت از شکلگیری یک مرحله گذار دموکراتیک و فراگیر، مبنای هر گونه همکاری و ائتلاف خود با طرف‌های دیگر را به رسمیت شناختن حقوق ملی ملیت‌ها، پذیرش دموکراسی و نفی هر گونه دیکتاتوری می‌دانیم. ما در این ائتلاف به حفظ محیط زیست، عدالت اجتماعی، حقوق برابر زنان و مردان، نهادینه‌سازی انتخابات آزاد، تأمین و تضمین حقوق بنیادین تمامی طیف‌های ملی و مذهبی کردستان و ساختارمند کردن سیستم مدیریتی دموکراتیک در کردستان ایران باور داریم. همزمان تلاش برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار در ایران که حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی گوناگون این کشور را تضمین کند وظیفه خود می‌دانیم. بر این باوریم که امروزه بیش از هر زمان دیگری وحدت سیاسی، گفتمان مشترک جریان‌های سیاسی و مبارزه میدانی مشترک آنان شرط تقویت جایگاه کردها در معادلات سیاسی همواره در حال تغییر ایران است. از این رو آمادگی خود را برای همکاری با تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی خارج از این ائتلاف اعلام نموده و از همه مردم کردستان دعوت می‌کنیم که خود را در این ائتلاف بازیابند. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 3 اسفند 1404 22 فوریه 2026 اعضای ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران متشکل از پارتی آزادی کردستان، حزب حیات آزاد کردستان،
حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، کومله زحمتکشان کردستان